با سلام و درودی دوباره خدمت شما بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو تیوی ارکوته. من مهران عباسیان هستم. شما صدای من رو از شهر استکهلم بر روی موج اف ام فرکانس 91.6 مگاهرتز شنونده هستید. همچنین میتونید از طریق سایت رادیو بوچیرکا صدای ما رو در سرتاسر دنیا داشته باشید. برنامه تصویری رادیو ارکوته و برنامه پرسمان میتونید از طریق فیسبوک، تلگرام و اینستاگرام بیننده و شنونده باشید. در این برنامه پرسمان میخوایم صحبت کنیم درباره آلترناتیوی برای جمهوری اسلامی ایران. آیا با رفتن جمهوری اسلامی آلترناتیوی برای جایگزینی جمهوری اسلامی وجود داره؟ بعضیا بر این عقیده هستند که با نموندن جمهوری اسلامی در ایران بلبشو برپا خواهد شد و نیرویی برای جایگزینی جمهوری اسلامی وجود نخواهد داشت. بعضی دیگر نه، بر این اعتقاد دارند که با نبود جمهوری اسلامی با تشکیل جبهه‌ای از نیروهای اپوزیسیون می شود دولت موقتی تشکیل داد و کارایی بیشتری از جمهوری اسلامی داشت. در همین زمینه دعوت کردم از 4 مهمان عزیز، جناب آقای اسفندیار منفردزاده، فعال سیاسی و آهنگساز، جناب آقای صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه، و جناب آقای مهدی جلالی تهرانی، عضو جریان سوم، و آقای بختیار علیار، عضو کمیته مرکزی حزب کومله کردستان ایران. خیلی خوش اومدید به برنامه پرسمان هر 4 مهمان عزیز. میخوام از آقای منفردزاده شروع کنم. جناب منفردزاده، شما به عنوان یک هنرمند، به عنوان کسی که 40 سال از روزی که جمهوری اسلامی بر سر کار اومده فعالیت سیاسی هم داشتید در کنار کارهای هنریتون، میخوام ببینم شما آینده ایران، آینده رژیم جمهوری اسلامی رو چگونه میبینید و ارزیابی میکنید؟ اگر در 2 تا 3 دقیقه جواب بدید ممنون میشم. بفرمایید. میکروفونتون بسته است جناب منفردزاده. بله. درود میفرستم به استادان خودم. کاشکی منو اجازه شاگرده آخرسر صحبت کنم، ولی من یاد گرفته هم از همین 3 سال عزیزم و دیگر استادان که من میشنم میبینم بازگو میکنم. یک دلیل از ایران آمدن بیرون 3 ماهی بعد از انقلاب، منم همین و تا این لحظه هیچ اتفاق نیفتاده پس از یک انقلاب این همه قرامت و حکومت نکبت اضافه. خب آلترناتیو استادان من میدونم خودشون، هر کس خودشو آلترناتیو میدونه، میگه نداره، ولی هیچ کس، هیچ گروه، هیچ چند گروه هم حتی با هم ممکن نیست. شاید سان فرانسیسکو شاید 10 سال پیش گفته بود، یک رساله اینجا گفته، نه پیغمبرم، نه پیشرو، نه نظریه پرداز، نه باهوش، هیچی، فقط میبینم که این تفرقه ادامه داره، بحث اقناعی هنوز ادامه داره، همه منتظرن. خب هم هر کسی هم میپسنده چشم انداز خودشون. عزیزان من آقای جلالی خوب میشناسن، آقای بیشتر همه فراوان هستن که آلترناتیو میدونن که هیچ ایرادی هم نداره، اما میدونن که هیچ ممکن نیست بتونه آلترناتیو. اما تا سقوط این نظام هیچ کس، حتی آلترناتیو فردی، گروهی، هیچ کس 1 2 3 4 برنامه‌ای نداشته تا این لحظه نیست که ارائه بده فردا منی که میخوام دنبال کنم یک آلترناتیو رو، کدام راه هست تا سقوط این نظام. بدون استثنا تقریبا همه برنامه‌ریزی دارن با نوع‌های مختلف از ققنوس فراوان از سقوط چه ها باید بکنن. اون چه زیبایی هایی همینجور متخصصان نشستن. اینها همه رویاهای زیبا ولی غیر ممکن. من خیال میکنم به طور خلاصه برای استادانم اینجا دارم درس پس میدم. شورای آلترناتیو متشکل از همه کسانی که خود رو آلترناتیو می‌بینن. شورای آلترناتیو موقت تا سقوط نظام برای برنامه‌ریزی مشترک، پس از سقوط هم همه برای با هم مبارزه کنن سر آرمان‌های خودشون. مبارزه نه زندان، دین و اعدام شکنجه، نه تکرار سنت
تاریخی. بنابراین آرزوی من برگشت. بله ممنون جناب امیدوارم که برسیم. بله ممنون جناب منفردزاده. یک مقدار صداتون مشکل داشت، ایرادی نداره، امیدوارم درست بشه. جناب زیبا کلام، شما از کسانی هستید که همیشه منتقد رژیم جمهوری اسلامی بودید، اما نابودی رژیم و برکناری رژیم رو خط قرمز دونستید. میخوام ببینم چرا شما اکثرا در گفتگوهاتون به این اشاره داشتید که آلترناتیوی برای جایگزینی جمهوری اسلامی نیست و با نموندن جمهوری اسلامی ایران تقریبا ایران سوریه‌ای میشه. بفرمایید. با نام و یاد حضرت حق و با عرض سلام و ادب خدمت همه شنوندگان شما، عرض سلام و ادب خدمت جناب آقای اسفندیار منفردزاده، جناب آقای علیار و جناب آقای جلالی تهرانی و به هر حال خود شما و همکارانتون آقای عباسیان. ببینید، من آقای عباسیان به عنوان یک کنشگر سیاسی نمیخوام خیلی صحبت بکنم، بلکه من میخواهم به عنوان کسی که کارش در دانشگاه تهران در دانشکده حقوق و علوم سیاسی تدریس تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی معاصر ایران هست، از انقلاب مشروطه تا به امروز، میخوام بیشتر به عنوان یک معلم صحبت کنم. و یکی از موضوعاتی که من به دنبالش هستم و سر کلاسام دارم مطرح میکنم این هستش که انقلاب مشروطه 1285 بوده، ما الان 1398 هستیم، چه حدود مثلا 113 سال پیش. خب انقلاب مشروطه برای چی بود آقای عباسیان؟ انقلاب مشروطه برای حاکمیت قانون بود، برای تحقق آزادی بود، برابری همه در پیشگاه قانون بود و خیلی از مفاهیم مدرن دموکراسی که مبنای دموکراسی امروز رو تشکیل میده بود. سوالی که مطرح میشه این هستش که چرا ظرف این بیش از 110 سال امروز که ما در تیر ماه 1398 هستیم خیلی فاصله داریم با اهداف و آرمان‌های دموکراتیک در ایران. ضمن اینکه در این 110 سال هم مبارزه بوده، تداوم آزادی خواهی و دموکراسی خواهی بوده، اما چرا به نظر میرسه که ما علیرغم همه تلاش‌هایی که بوده، همه قربانیانی که برای استبداد و دیکتاتوری مبارزه کردن، چرا اونطور که باید و شاید واقعا حاصل دموکراسی در ایران خیلی زیاد نبوده؟ من معتقدم به این خاطر که کلاً جریانات سیاسی که به دنبال تغییر و تحول در ایران بودن بیشتر به دنبال براندازی و انقلاب بودن، تغییر یک نظام و آوردن یک نظام جدید بودن. همین چیزی که الان امروز در ایران مطرحه، در خارج از ایران مطرحه که آقای نظام جمهوری اسلامی رو باید سرنگون بکنیم و یک نظام دیگری جاش بیاریم، چیزی که در زمان مشروطه بود، در زمان انقلاب اسلامی بود. و من معتقدم که اشکال از اینجا شروع میشه که ما به دنبال نهادهای دموکراتیک نرفتیم آقای عباسیان عزیز. ما فقط خواستیم انقلاب بکنیم، خواستیم تغییرات عمده به بار بیاریم، اما تلاشی صورت نگرفته که دموکراسی و اون چیزی که ذیل دموکراسی میآید در ایران نهادینه بشه. حالا در دور بعدی اگر که فرصت بود من یک مقداری بیشتر توضیح میدم. بله ممنونم جناب زیبا کلام. من جواب خودم رو نگرفتم، امیدوارم در دور بعدی کامل توضیح بدید که
با نبود جمهوری اسلامی چرا این بلبشو در ایران برپا میشه و چرا فکر میکنید که جایگزینی برای جمهوری اسلامی وجود نداره؟ جناب علیار، میخوام از شما بپرسم، شما نماینده حزب کماله کردستان ایران در کنگره ملیت‌های ایران فدرال هستید. برای شما فکر میکنید ایران آینده جایگزینی یا یک آلترناتیو برای به جای جمهوری اسلامی دارای چه مشخصهایی باید باشه؟ با عرض سلام و درود خدمت همه بینندگان و شنوندگان برنامه شما آقای عباسیان، همچنین عرض ادب و احترام دارم خدمت میهمانان ارجمند برنامه. همونطور که خودتون میدونید بدون شک وضعیت ایران به سمت تغییرات گسترده خواهد رفت و متاسفانه روز به روز مردم سنگینی این تغییرات رو بیشتر بر گرده خودشون احساس میکنن. اصرار حاکمان ایران بر رویه ناکارآمد 40 سال گذشته فشارها رو متاسفانه چند برابر کرده و در نهایت اگر تلاشی از سوی اپوزیسیون و مخالفین جمهوری اسلامی صورت نگیره، آینده‌ای به مراتب وحشتناک‌تر رو برای ایران و ملیت‌های ایران باید متصور بشیم. ما به مثابه کماله در چند سال گذشته بیشترین میزان تلاشمون رو برای ایجاد یک آلترناتیو همگیر دموکرات و سکولار انجام دادیم که بتونیم به یک همچین ائتلاف جبهه یا هر چی که شما اسمش رو بذارید برسیم، ولی متاسفانه نه در داخل اپوزیسیون درک مشترکی وجود داشته و نه تلاش‌های جمهوری اسلامی در مخالفت با همچین جبهه‌ای بی‌تأثیر بوده. با همه این مشکلات چند ائتلاف گسترده شکل گرفته که نمونهش از 12 سال گذشته، از 12 سال پیش کنگره ملیت‌های ایران فدرال شکل گرفته که تشکیل شده از احزاب و جریان‌های مربوط به ملیت‌های مختلف ایران هست که ترک، عرب، لر، کرد، بلوچ، ترکمن همه رو در خودش گرفته و تلاش داریم که بتونیم این رو هرچه بیشتر گسترده تر بکنیم. اون چیزی که مشخصه و معلومه که باید انجام بشه در آینده نه چندان دور اینه که همه ما باید تلاش بکنیم که ائتلاف گسترده و همگیر برای آینده ایران شکل بگیره. این مسئله میتونه ملیت‌های ایران هم باشه و احزاب ملیت‌های ایران هم باشه و احزاب سراسری اگر اسمشون رو بذاریم، این هم باید در همین راستا باید تلاش کنن و قدم بردارن، چون واقعا اون چیزی که معلومه وضعیت اسفناک مردم ایران روز به روز داره بدتر میشه، همونطور که بهش اشاره کردم، و این وضعیت تغییر پیدا نمیکنه تا روزی که جمهوری اسلامی بر سر کار باشه. ما یک بار دیگر هم خدمت آقای زیباکلام این بحث رو کردیم، ولی معالاً با وجود تمام احترامی که برای ایشون قائلم فکر میکنم که راه حلی برای تغییر، راه حلی برای عرضم به حضورتون که اصلاح در داخل نظام وجود نداره و این به یک درک عمومی و همگیر تقریبا در میان اپوزیسیون ایران تبدیل شده. به همین جهت فکر میکنم که تنها راه حل ایجاد یک آلترناتیو همگیر برای مقابله با جمهوری اسلامی و در نهایت تشکیل یک حکومت همگیر که بشه از طریقش بتونیم به یک حاکمیت دموکرات و سکولار برسیم که درش همه ملیت‌های ایران زینف باشن و بتونن از قبل همچین حکومتی به حقوق بر حق خودشون دست پیدا بکنن. در دوره بعدی میتونیم بیشتر کنیم. بله، ممنون. جناب تهرانی، با توجه به شرایط نابسامان حال حاضر ایران، شرایطی که رژیم به وجود آورده، خطر احتمال جنگ هم قریب الوقوع در ایران، فکر میکنید با این اوصاف راهی به جز تغییر رژیم در ایران داریم؟ راهی به جز تغییر رژیم در ایران نداریم، چون مانع اولیه دموکراسی در واقع خود رژیم جمهوری اسلامی هستش. اما اتفاقا اشاره‌ای که آقای زیباکلام به مشروطه داشتن فکر می‌کنم مناسب باشه. خیلی کوتاه بهش اشاره می‌کنم به جهت اینکه فکر می‌کنم ما در مسیر همون تحول هستیم.
مشروطه ایران در دنیا واقعا بی‌نظیر بود. یعنی ما جزو جلوترین پیشروترین ملت ها در جهان بودیم، هرچند که اون موقع فقط الیت ها و نخبگان بودن، ولی خب خیلی طبیعیه در اون دوران در همه جای دنیا همینطور بوده. ما تنها کشورهایی که میتونیم بگیم از ایران جلوتر بودن که یک نظام پارلمانی و قانون مداری داشتن آمریکا و فرانسه و انگلیس بودن. مثلا حتی آلمان هم این یک حرکت برای قانونمند بودن جامعه و نهاد قانونی هنوز شکل نگرفته بود. اما از بین رفت. اینکه آقای زیباکلام سوال میکنن چرا از بین رفته و این رو به عنوان یک سوال طرح کنیم، من این سوال خیلی شنیدیم، به نظر من خیلی ساده است. در واقع رضا شاه بود. رضا شاه باعث دیکتاتوری شد و دیکتاتور بود. ما بیش از 90 روزنامه در عصر مشروطه داشتیم. آخر شاه اینا تبدیل به 2 روزنامه بلا قربانگو شدن. کدوم بیشتر؟ اعلیحضرت آریامهر می‌نویسن. روشنفکری ایران از بین رفت، دست چپ ها افتاد. بنابراین ما تحول خودمون رو از دست دادیم، ضعیف شدیم. بعدم تازه ملت در واقع رضا شاه ملت رو خفه کرد. سلطنت طلبها میگن که ملت شپشو بودن، رضا شاه نجاتشون داد و معجزاتی که برای اماما نقل میکنن برای او هم نقل میکنن. یک دفعه اومد دانشگاه درست کرد. اصلا در نظر نمیگیرن که این سابقه داشتش از زمان مدارس رشدیه در زمان مشروطه، یا راهن درست کرد باز این سابقه داشت از زمان خود ناصرالدین شاه. همه چیز در واقع نهادها تیکه تیکه درست شدن. حتی میگن که مثلا رضا شاه شورش هایی که در اطراف ایران بود هر کسی خودسری میکردش. بله فدرال بود، خیلی هم خوب بود. رضا شاه خیلی بیجا کردش که حکومت مرکزی ایجاد کرد. عملاً همه جای ایران رو در یک تبعیض سراسری قرار داد. تهران به یک رشد سرطانگونه رسید. دانشگاه فقط در تهران اون موقع تأسیس شد در ابتدای اما انقلاب مشروطه برای قانونگذاری بود. یعنی ما منبع قانون رو که 2 منبع داشتیم، یا شخص پادشاه بود، یک فرد بود، یا شریعت بود. انقلاب مشروطه میخواست منبع قانون رو در اختیار مردم بگذاره، نهادینش بکنه. ناموفق بود، کامل نتونستش جلو بیاد. بعد مردم در انقلاب 57 یکی از موانع رو برای نهاد قانونی برداشتن که شخص شاه بود، سلیقش بود. اما مانع در واقع منبع دیگه قانون برای مردم مون، چون هنوز آزمایشش نکرده بودن، و اون شریعت بود. ما در واقع انقلاب اسلامی ایران تجربه قانون شریعت و ولی فقیه هم گاردین یا محافظ قانون شریعت هست و تمام آخوندها. این رو الان ما در واقع وارد انقلاب سوم داریم میشیم که این رو هم بکنیمش، کنار بگذاریمش و قانون رو نهادینه بکنیم، قانون مدنی داشته باشیم. بنابراین ما وارد انقلاب سوم میشیم. اما این که به طور کلی آیا تغییر در ایران غیر قابل اجتناب هست؟ بدون تردید. ببینید از دید ثبات سیاسی وقتی تخمین‌های درستی داشته باشید میفهمید که جمهوری اسلامی با این فساد درونیش و این اختلافات درونیش هیچ گونه فشار خارجی هم بهش نیاد. یعنی نه آمریکا نه حتی مردم در داخل ایران. این کشور نمیتونه تا 3-4 سال دیگه 4-5 سال دیگه مدیریت بکنه. دچار فروپاشی سیاسی و همینطور متاسفانه میتونه دچار فروپاشی اجتماعی بزرگی بشه. به همین جهت ضروری است که ما این آلترناتیو رو درست کنیم. اما آلترناتیو انجمنی از افراد نیست. این اشتباه ماست. ما سراغ چهره میریم. آلترناتیو یک روایتی، یک نریشنه، یک سیستم اخلاقیه، نظام اخلاقی که مقابل با نظام اخلاقی جمهوری اسلامی بایسته، که حالا بعد بیشتر توضیح خواهم. بله، سپاسگزارم. جناب منفردزاده، میخوام از شما بپرسم، شما برای حکومت بعدی چه آرزوهایی دارید؟ دوست دارید شما یک انقلاب رو دیدید و شاید شما هم نقشی داشتید در انقلابی که بعداً به دست خمینی افتاد. میخوام ببینم اگر انقلابی رخ بده چه تضمینی وجود داره که مانند سال 57 بشه؟ بفرمایید. با اجازه جناب جاوید تهرانی از پایان گفتگوی شروع می‌کنم. فرمودن که یک مقوله اخلاقیه. خب اخلاق جامعه‌های مختلف در تضاد رو هم هست. 40 سال این بحثا شده. من هرگز نمیگم که آقای تهرانی نظر نباید داشته باشه. اینها
بدون اصلاح برخورد به گذشته که هر کس برداشتی داره، این برخوردها بدون استثنا کمک به تداوم استبداد حاکم. در این صحبت من دوستان من یاد بگیرم، من شاگردان. بنابراین انجمن آلترناتیو که نه من عرض نکردم، شورای آلترناتیو مرکب از همه اونهایی که آقای تهرانی باش مخالفه و آقای استاد عزیزم و استادان دیگه. آزادی رو من فکر کنم معنای درست هممون ازش نداریم. سوال من این هست، امیدوارم پاسخ بگیرم، آیا کسی در جهان هست که آزادی خودش نخواد؟ کسی در جهان از ماندلا بگید تا هیتلر تا آقای خمینی تا دادم همه آزادی خودش هر کس خواسته. آزادی شما رو، آزادی دگراندیش رو، من آزادی زیبا کلام عزیز رو باید تأمین کنم، حقش بدونم، من نیستم که بدم. آزادی آقای تهرانی رو من نیستم که بدم، حقش باید داشته باشه. منتها هر کس دیگری رو فاشیست و انواع برچسب‌های درست و نادرست، مستند و نامستند برچسب میزنه، کنار میزنه. و اکنون که موقع حساسی همه میدونن، همه منتظر اتفاقی بیفته، خودشون بودن تو صندلی قدرت. خب این غیر ممکن، این فقط چلپی‌ها، کپی چلپی سازی ممکن اتفاق بیفته و میفته. و با انسان با تفکری از سلطنت طلب افراطی بگیم مشروطه خواه بیا تا تمام و مسلمان و غیر مسلمان های سروش و همه بدون استثناء تا چپ و راست مقصر هستن. مردم قربانی این چند سال، قربانی وحشتناکتر استبداد در این چند سال هستن. بنابراین شورای آلترناتیو مرکب از جمع ازداد تا سقوط این نظام تشکیل هر وقت شد روی رسانه میتونه بشه و برنامه‌ریزی میشه که تا اونجا چجور نظام ساقط میشه. بعد چه بکنیم؟ هر کس باید دیگری همین سه نفر، من چهارمی شما پنجمی، با هم مبارزه میکنیم. اوین تعطیل، یعنی آقای تهرانی دیگران نرن اوین از ترس شکنجه و سپاسگزارم آزادی جناب رو منفردزاده. معنا کنیم. آزادی یعنی آزادی دیگه اندیش خواه، آزادی خواه، آزادی اندیش خواه هست. من هنوز کم دیدم، این رو تاکید میکنم. امیدوارم معانی واژه درست و مشخص معانیش اون وقت بتونیم تازه گفتگو کنیم. بنابراین شورای آلترناتیو بدون حذف هیچ گروهی، حتی فاشیست‌ترین گروه، ارزیابی آقای که برگزارش در شورای آلترناتیو تا سقوط نظام و نظارت بر قانون اساسی نوین ایران، اونجا به بعد تمام، یعنی تمام مطبوعات و احزاب آزادن. اوین امیدوارم برای اولین بار همیشه من رو میبافم اوین نداریم. ممنون جناب منفردزاده. جناب زیبا کلام، میخوام از شما بپرسم، شما کماکان بر این باورید که رژیم جمهوری اسلامی باید بمونه. میخوام ببینم آیا شما به اصلاحات در رژیم جمهوری اسلامی باور دارید؟ آقای عباسیان، شما یک سوال از من کردین و من به شما گفتم که بیش از یک قرنه که در ایران داره برای مفاهیمی که آرزوهایی که حداقل ما 4-5 نفری که امشب دور هم جمع شدیم به دنبالش بودیم دیگه. من فکر کنم هم آقای منفردزاده دنبالش هستن، هم آقای جلالی تهرانی، هم آقای علیار، هم خود شما به دنبال انتخابات آزاد، حاکمیت قانون، تعطیل شدن زندان اوین، نمیدونم و قصه آزاد. من شما سوال کردم، یعنی از سه بزرگوار و جناب عالی، که ما را چه می شود که بعد از 110 سال ما همچنان به دنبال همون مطالباتی هستیم که میرزا محکم خان ناظم الدوله بود، سید حسن تقی‌زاده بود، استاد محمد طباطبایی بود، استاد عبدالله ابراهیمی. هنوز بعد از 115 سال به دنبال اون آرزوها هستیم. ببینید آقای عباسیان، بذارید داستان برای شما بگم. اونتا داستان تخیلی نیست، داستان واقعیه، به جای اینکه به شما تحلیل سیاسی بکنم. میرزا رضا کرمانی رو همه ما شنیدیم، قاتل ناصرالدین شاه، کسی که با تپانچه از فاصله 2 قدمی
گلوله رو گذاشت در شقیقه ناصرالدین شاه. همچین چیزی غیر قابل تصور بود. سایه خدا رو، زندالله رو کسی بتونه با تپانچه بزنه، ولی اون زد. ناصرالدین شاهی که 50 سال حکومت کرده و برای خیلی باور نکردنی بود که زندالله سایه خدا رو با گلوله بزنیم. بنابراین خیلی هم میمدن جناب عباسیان که میرزا رضای کرمانی رو ببینن. در قل و زنجیر بود، بعضی از بس ازش میترسیدن، اصلا جلو هم نمیرفتن. بعد از مدتی میرزا رضا رو اعدام کردن. وقتی میخواستن اعدامش بکنن ازش یک سوال کردن، گفتن توی این مدت خیلی آمدن رو دیدن، خیلی از رجال، روحانیون، منورالفکرا، کسی به تو چیزی گفت که یه ذره تو تردید به وجود آورد نسبت به کاری که کردی، یعنی زدن زندالله؟ آقای عباسیان درنگی کرد، مکسی کرد، سری تکون داد، گفت نه، کسی چیزی به هم نگفت که تو من تردید به وجود بیاره در درستی کاری که کردم. بعد یه خود دیگه فکر کرد، البته یه نفر یه چیزی به هم گفت که یه ذره منو به فکر برد. ازش پرسیدم اون یه نفر کی بود؟ گفت ناصرالملک بود. ناصرالملک آقای عباسیان اواخر قرن 19 در دانشگاه آکسفورد درس خونده بود، رشته تاریخ خونده بود، اقتصاد خونده بود و فلسفه، و بعدها میشه نایب السلطنه. ناصرالملک هم میره در زندان میرزا رضای کرمانی رو میبینه و میدونید بهش چی میگه آقای عباسیان؟ چه جمله‌ای میگه که میرزا رضای کرمانی یه خود میره تو فکر؟ چون میرزا رضا دست کم نگیریمش، میرزا رضا چه گوارا بود، ماو بود، استالین بود، تمام انقلابیون میشه گفت یه جورای بلور کرده بودن در میرزا رضای کرمانی. به میرزا رضای کرمانی میگه وقتی می‌خواستی ناصرالدین شاه رو بزنی فکر کردی کدام نادری پشت دروازه های تهران در انتظار هست که تو ناصرالدین شاه رو بزنی او بیا تاج بر سر بگذاره. میدونیم که نادر علامت چیز بود دیگه، علامت چه میدونم پیروزی، گرفتن هند، نمیدونم شکوه، عظمت. او فکر کردی کدام نادر. من سوالم از آقای منفردزاده، از آقای جلالی تهرانی، از آقای اولیا، از شما آقای عباسیان، از فرشگردها، از همه براندازها این هستش که جمهوری اسلامی رو میخوایم بزنیم، فکر میکنین کدام نظام دموکراتیک پشت میدون آزادی در انتظاره که فقط نظام جمهوری اسلامی نباشه و بیاد در پاستور، خیابون پاستور جاشو بگیره و بشه اون نظام دموکراتیکی که شما به دنبالش هستیم؟ کاش این سوال رو من 40 سال پیش از انقلابیون کرده بودم که محمد رضا پهلوی رو می‌خوایم بردارین، فکر می‌کنیم کدام نظام دموکراتیک؟ حالا اون موقع اسمش میدون آزادی نبود، شهریار بود. و بعد اینو میتونیم ببریم خیلی به عقب‌تر. برای اینی که میگم که آقای عباسیان عزیز، ما باید به دنبال نهاد سازی باشیم، به دنبال اون چیزی که ناصرالملک 100 و اندی سال پیش گفت و ما نفهمیدیم، نسل در نسل ما هیچ کدوم نفهمیدیم. این حالا بازم شما ممکنه بگید من پاسخمو نگرفتم، دور سوم اون وقت من بیشتر توضیح میدم. بله، فقط من یک سوال از شما دارم جناب زیباکرام. شما به جمهوری اسلامی از نظر یک رژیمی که دموکرات باشه از 1 تا 10 چند میدید؟ من به عنوان یک کنشگر سیاسی یک کلمه فقط چند میدید جناب یک زیباکرام؟ آرزوهایی دارم که در رابطه با اون آرزوهام من اگر دموکراسی رو، آزادی رو از 0 تا 20 نمره گذاری بکنیم و به نروژ و به استکهلم که شما هستید 18 بدم، 19 بدم، به جمهوری اسلامی ایران یه چیز حدود 11-12 بیشتر نمیدم. یعنی ناپلئونی قبولش میکنم. یعنی تجدیدش هم نمی‌کنید. باشه، ممنونم. جناب علیار، میخوام اگر پاسخی دارید برای آقای زیباکلام، ایشون که فکر میکنند نادری وجود نداره، نیروی دموکراسی خواهی وجود نداره، قدرتی وجود نداره، چه در داخل چه در خارج، برای جایگزینی جمهوری اسلامی، بفرمایید. همین سوالم بعد از آقای تهرانی دارم که دیگه وقت برنامه رو زیاد نگیرم.
بفرمایید جناب علیف. فکر کنم میکروفونتون بسته باشه. بله، والا من فکر میکنم منم با آقای زیبا کلام موافقم که اون موقع نادرینی نبود، ولی الان فکر میکنم که زمان و دوره‌ای که ما درش هستیم خیلی تفاوت کرده با زمانی که ناصرالدین شاه درش زندگی میکرد. به برکت شبکه‌های اجتماعی، به برکت تکنولوژی، به برکت پیشرفت دموکراسی در جهان، به برکت تمامی این مسائل، مردم ایران تفاوت کردن با اون موقعی که حتی نمیدونستن کمترین حقوق خودشون چی از یه حکومت، یعنی خواستی نداشتن از حکومتی که حاکم بود اون موقع. الان وضعیت مردم فرق کرده، الان مردم خواهان حقوق خودشون هستن. درسته که بالاخره من یک مقدار عافیت طلبی بهش میگم، چه عرض کنم اون جوری که باید مردم پاشن و خیزش بکنن و انقلاب بکنن شاید اونجوری به دل ما نشینه و نباشه اونجوری که ما میخوایم، ولی به هر جهت مردم خواستهای خودشون رو دارن. مردم شرایطشون حتی با دوران انقلاب 57 هم بسیار متفاوت است. نسل جوان به کامل تغییر کرده، خواستهای مردم الان تقریبا مشخصه. حتی خواستهای مردم به جای رسیده آقای زیبا کلام که مردم به نون شبشون محتاجن، مردم خواست نون شبشون رو دارن، مردم خواست اینو دارن که ناموسشون در کشورهای خلیج فارس فروخته نشه، مردم خواست اینو دارن که آب و خاکشون فروخته نشه، مردم هر چی که دارن به تاراج برده میشه، سرداران سپاه دارن این مملکت رو به تاراج میبرن. بیت رهبری الان که تحریم شده از صدق صدقه آمریکا، میلیاردها دلار ملک و ثروت و سامان این مملکت رو به تاراج برده. الان مردم همه اینها رو میدونن. اون موقع کسی نمیتونست و نمیخواست و یعنی اصلا دنبال این نمیرفت که ببینه ثروت ناصرالدین شاه چیه و ناصرالدین شاه چی داره. الان مردم دنبال اینن که ببینن سران حاکمیت و حکومت چی میخوان، چی دارن، چجوری سیاست میکنن. اون موقع سوریه ای نبود که از طریق حاکمان جمهوری اسلامی ویران بشه و به ویرانه‌ای بدل بشه. نه تنها مردم ایران رو به این فلاکتی که کشانده، مردم سوریه و منطقه را هم بدبخت کرده و در این شرایطی که هست گذاشته. شما و بسیاری از دوستان همونطور که عرض کردم بحث از این میکنه که سوریه اگر جمهوری اسلامی نباشه سوریه میشه. مگر الان ما چیزی از سوریه بیشتر داریم؟ فقط اینه که خونه های مردم الان سر جای خودش هست، وگرنه اقتصاد مردم ایران بهتره با این وضعیتی هم که داره. یا سوریه، ارز سوریه و پول سوریه اعتبارش بیشتره یا پول ایران با این وضعیتی که داره؟ مردم ایران فوج دارن به اروپا میان و مردم سوریه فوج دارن به سوریه برمیگردن. ما داریم شرایطی رو پیش رو داریم که مردم سوریه 10-12 سال قبل با وجود همه بدبختی‌هایی که سرشون اومد دارن پیش روش دارن میرن. ما در ایران در شرایطی هست که روز، یعنی امروزش از دیروزش وضعیتش بدتره، فردا از امروز بدتره و معلوم نیست که 1-2 ماه آینده اقتصاد ایران به چه شکلی خواهد شد. 1-2 سال آینده مطمئناً جمهوری اسلامی با وجود تحریم‌هایی که هست نمیتونه حقوق کارمندان رو بده، نمیتونه پول کارگران رو بده. با یک فقر و بیکاری گسترده در داخل ایران روبرو خواهیم شد. اون موقع کسانی که میخوان که جمهوری اسلامی باقی بمونه چگونه میتونن جواب نون شب مردم رو بدن؟ اون امنیتی که الان ازش صحبت میشه، اگر مردم نون شبشون رو نداشته باشن، اون امنیت دیگه اصلا امنیتی میمونه برای مردم. دزدی، قتل، اعتیاد بیشتر نخواهد شد. تمام ایران رو همه اینها نمیگیره دیگه. من نمیدونم واقعا چجوری میگیره و چجوری امکانش هست از رژیمی دفاع کرد که واقعا مردم ایران که هیچ مردم منطقه را هم به فلاکت کشید. از رژیمی صحبت کرد، دفاع از رژیمی بکنیم که یمن رو ویران کرده، سوریه رو ویران کرده، عراق رو ویران کرده، کشورهای عربی رو ویران کرده. من نمیگم که کشورهای عربی گلستان بوده و جمهوری اسلامی باعث شده، ولی من به ذرس قاطع میتونم بگم که دلیل اصلی به وجود آمدن جریان‌های تندرو سنی از جمله القاعده و داعش و بقیه هم وجود اسلام سیاسی و
پیشرفت اسلام سیاسی شیعه بود در ایران و در جواب اینها القاعده و داعش و بقیه گروه‌های سنی کشورهای عرب نشین هم شکل گرفته. همین در ایران خودمون و در کردستان در جواب شیعه و تبعیض مذهبی و تبعیض ملی که وجود داره، در جواب به تبعیض ملی احزاب ملیتی درست شدن و در جواب به تبعیض مذهبی که وجود داره جریان‌های مذهبی تندرو شکل گرفته که روز به روز در داخل مناطق سنی نشین در حال گسترش هستند. و در آخر هم اینو بگم که زمانی میشه، من موافقم کاملا در کشوری به مانند سوئد، فرانسه، آلمان یا حتی ترکیه به درجات خیلی کمتر، در کشوری مثل هند ممکنه که بشه بنیاد دموکراسی رو تقویت بکنیم و این راه حل بسیار درستی برای همچین کشورها. در کشوری به مانند ایران که پارلمانش هم دموکراتیک نیست، که شورای شهرش هم دموکراتیک نیست، که رئیس جمهورش هم دموکراتیک نیست، که هیچ یک از ارکان حکومتیش دموکراتیک نیست، همش انتصابیه، مگر میشه دموکراسی رو پیش برد؟ آقای زیبا کلام، شمایی که من فکر میکنم خیلی وقت این صحبت رو جاری میکنید، ولی در 10 سال گذشته شما چه تلاشی تونستید، من نمیگم که نخواستید، مطمئنم که خواستید، ولی چه تلاشی تونستید بکنید برای پیشرفت دموکراسی در داخل ایران؟ ممکن نیست. با وجود جمهوری اسلامی دموکراسی ممکن نیست پاورجا بشه. بله سپاسگزارم. حالا فقط یه توضیح کوتاه هم بدم آقای عباسیان در مورد این که چرا یک آلترناتیو نیاز هست. به همه این دلایلی که عرض کردم، اگر در دور قبل صحبتام هم عرض کردم، اگر ما نتونیم یک آلترناتیو قوی و یک مرکز رجوع برای مردم ایران، برای کشورها، برای جامعه بین الملل، برای همه اپوزیسیون ایران یک مرکز رجوع درست بکنیم، مطمئنا همونجور که آقای منفرزاده بهش اشاره کردن، مطمئنا عمر جمهوری اسلامی رو افزایش دادیم. جمهوری اسلامی رو من شخصا فکر میکنم که فشارهای آمریکا نیست یا جنگ یا این دو چیزا نیست که جمهوری اسلامی رو، حداقل فرهنگ جمهوری اسلامی رو برکنار میکنه. اون مردم ایران، دموکراسی و در نهایت اتحاد میان نیروهای دموکرات و سکولار ایران هست که میتونه جمهوری اسلامی رو برای همیشه به زباله‌دان تاریخ بریزه. متشکرم. بله سپاسگزارم. بینندگان و شنوندگان عزیز، با برنامه زندگی پرسمان در خدمت شما عزیزان هستم. شما میتونید سوالای خودتون رو از مهمانان برنامه به صورت کامنت بنویسید تا پرسیده بشه. اگه مهمونا لطف کنند میکروفونای اسکایپشون رو ببندن من ممنون خواهم شد. جناب تهرانی، جوابی دارید برای آقای زیبا کلام؟ اشاره کردم به اینکه نادری پشت درهای ایران نیست. امیدوارم البته نادری هم نباشه، چون نادر زمان خودش در هند کشتارهای زیادی برپا کرد، اما منظور از یک آلترناتیو برای ایران. بفرمایید. به طور کلی کلا نگاه اقتدارگرا رو، یعنی اینکه فکر کنیم یک چهره یا یک آلترناتیوی که باز گفتم انجمنی از افراد باشه، این رو کلا باید بذاریم کنار. به چند جهت، یکی این که اصلا ما چنین افرادی رو نداریم. یعنی ما در 1 سال و نیم اخیرا که در اعتراضات شاهد بودیم، ببینید ما نگاهمون باید یه نگاه ابجکتیو باشه یا حداقل از دید علوم سیاسی نگاه کنیم. در این 1 سال و نیم اپوزیسیون تمام چهره‌ها هیچ اثری نتونستن روی اعتراضات داشته باشن و همخوان با مردم بشن. بنابراین در واقع جمع کردن شورایی به عنوان شورای آلترناتیو، جمع کردن انجمنی از آدم‌های تنبل و بی‌ربطه، چون هیچ کدوم برنامه ندارن. 1 نفر برنامه داشته باشه، برنامه رو باید بیاریم جلو و بر مبنای برنامه ما باید بتونیم کار بکنیم. هیچ کدوم از نیروهای اپوزیسیون هیچ توانی ندارن، فقط چهره هستن. مثلا طرف میگه که آقا من 40 سال با جمهوری اسلامی مبارزه کردم، این رو یک ارزش میدونه. در نسل ما همچین چیزی ارزش حساب نمیشه. ما بهش میگیم، به همچین آدم میگیم لوزر، به همچین آدم میگیم بازنده، شکست خورده. کسی که 40 سال مبارزه کرده حالا میخواد همون مدل مبارزه خودش رو تجویز بکنه واسه آینده ما هم بخواد تصمیم بگیره؟ مطلقاً نه. اما در مورد نهادهای دموکراتیک
ببینید کلا چند تا انگاره داریم که اینها شوخیه. نهاد دموکراتیک، مبارزه مدنی، نافرمانی مدنی، اینها حرفای شیکی هستش که در مقابل یک هیولای پلید و شروری مثل جمهوری اسلامی ما طرح میکنیم تا در واقع اون رو نرمال نشون بدیم. هدف ما از اینکه این بحث تحلیلات میکنیم اینه که این هیولای شرور رو نرمال نشون بدیم. وگرنه مثلا آیا شما هیچ وقت تجویز میکنید که نهاد دموکراتیک در حوزه قلمرو داعش به وجود بیارید یا شروع کنید مثلا مبارزه مدنی و نافرمانی مدنی با داعش بکنید؟ چه تفاوتی داره؟ یا با نظام نازی چرا مبارزه مدنی نباید کرد؟ چرا باید منهدمش کرد؟ یک انگاره دیگه هم وجود داره که انگاره دروغین هستش، میگن دموکراسی وارداتی نمیتونه باشه. چرا؟ یکی از دموکراسی‌های بزرگ دنیا وارداتی بود، به زور هم بود و اون دموکراسی ژاپن بود با بمب اتمی، بعد پیروزی آمریکا و بعد ژنرال مک آرتور و بعد قانون اساسی که پرسوت آف هپینس، دنبال کردن خوشحالی، حقوق بشر رو به همون شکلی که در قانون اساسی آمریکا وجود داره در ژاپن به وجود آمد. ظرف 2-3 سال همین اتفاق تمام شد، یعنی اصلا دموکراسی شکل گرفت. نهادهای دموکراتیک بعد از قانون اساسی امکان پذیر هستش. در خود آمریکا هم همینطور. شما وقتی یک قانون اساسی قوی بر مبنای حقوق بشر واقعا دموکراتیک نداشته باشید، هیچ گونه پروسه دموکراسی رو نمیتونید در کشور خودتون انجام بدید. این نکته مهمیه. یک اشاره آخر هم بکنم. ببینید در مورد مسئله اخلاق آلترناتیو که طرح کردم، ببینید جمهوری اسلامی رو ما باید بشناسیم. آخوندا کارشون تبلیغ مذهبیه. قوی ترین افراد در تبلیغات هستن، در جنگ روانی قوی ترین هستن، نسبت به آمریکا، نسبت به همه جای دنیا اینها برتری دارند. ما هیچ وقت نتونستیم بیایم سیاست ضد تبلیغ، انتای پروپاگاندا برای جمهوری اسلامی درست کنیم، چون توانش رو نداشتیم. تبلیغات جمهوری اسلامی از نظرسنجی ها در دانشگاه‌های مریلند و دانشگاه آمریکا هستش، از لابی هاشون هستش، از سازمان های تبلیغات مفصلی که دارن هست، از جامعه المصطفی هستش، از مالزی تا وسط آفریقا اینها سازمان های تبلیغاتی و پرورش تروریستی دارن. نهاد روحانیت به خصوص بعد از آقای خامنه‌ای در سراسر دنیا شبکه بزرگی درست کرده که تحریم‌های اخیری که آمریکا نسبت به شخص خامنه‌ای انجام داد احتمالاً شاید بتونه یا به این هدف اومده که این امکانات رو کم میکنه، چون از یک دولت حتی دفتر او بزرگتر هست. به همین جهت جمهوری اسلامی از اول دقت کنید، از زمان خمینی به امروز از اول تکلیف خودش رو روشن کرد. دشمن آمریکا، دشمن اسرائیل، دشمن سعودی، یعنی دشمنی هاشو روشن کرد. ما تو اپوزیسیون ملوس میشیم، میگیم حالا آمریکا نه، ما با آمریکا خوب نیستیم، با جمهوری اسلامی هم خوب نیستیم، با اسرائیل خوب نیستیم، با جمهوری اسلامی. این وسط بازی میکنیم. بنابراین آلترناتیو ارزش‌های اخلاقی خودمون رو در قبال ارزش‌های اخلاقی که جمهوری اسلامی در 40 سال شستشوی مغزی کرده و اینداکترینیت کرده، این دکترین رو به وجود آورده، ما این ارزش‌ها رو اصلا هیچ وقت طرح نکردیم. بنابراین خیلی از اتفاقات که در ایران میفته، حتی یه گشت ارشاد یه فرد رو میگیره، میبینیم که در شبکه‌های اجتماعی بحث‌های دو طرف و بحث‌های گیج و هذیانی به وجود میاد. ابهامات نسبت به این که به هر حال ما چه اصول اخلاقی رو معتقد هستیم به عنوان اخلاق سکولار مشخص نیست. به همین جهت و نکته دیگه بگم، از خمینی یاد بگیریم. دشمن خودش رو مشخص کرد، شخص شاه و دشمن قلمداد کرد و خواهان نابودی اون شد. ما باید بدونیم که دشمن ما الان در مقابلمون که هستش. ما باید برنامه مبارزاتی داشته باشیم. اشخاص تنبل مدعی که در رسانه‌های مختلف همینطور تکرار میشن، تحلیل میدن و خیلیشون در اروپا، در آمریکا زندگی میکنن، اینها با زندگی خودشون در حال حاضر راحتن، نمیخوان تغییرش بدن. هرچند که ادعا میکنن که مایل هم هستن قلبن که جمهوری اسلامی عوض میشه، ولی تو اروپا، تو آمریکا داره زندگی میکنه
همین که این رسانه دعوتش کنه، اون رسانه دعوتش کنه، به عنوان تحلیلگر، به عنوان چهره سیاسی ازش راضی هست، نمیخواد اینو تغییر بده. به همین جهت اصلا یک عبور بزرگ از روی اپوزیسیون باید کرد و به خصوص نسل جدید، و این رو هم داریم میبینیم رهبران جدید دارن در ایران به وجود میاد. ملیت‌های ایرانی البته نقش مهمی خواهند داشت. دموکراسی در ایران دموکراسی توافقی خواهد بود، تو سر هم همه خواهند زد و از این جدالی که به وجود میاد، یا مثلا یه نفر برمیگردیم، یا من طرفدار آقای رضا پهلوی هستم، آقای رضا پهلوی یه مقداری محبوبیت داره، به همون اندازه محجوبیت داره، یه سری بدشون میاد. این که هیچ چهره‌ای برآمد نداره اتفاق خوبیه. یعنی ما میتونیم مشخص بکنیم که هیچ وقت انحصار قدرت در اختیار کسی قرار نخواهد گرفت در آینده ایران، برخلاف گذشته مونوپولی قدرت در اختیار کسی قرار نخواهد گرفت. بنابراین همه مجبورن تو سر هم بزنن تا به یک دموکراسی توافقی برسیم. در غیر این حالت با جنگ داخلی روبرو خواهیم. بله، سپاسگزارم جناب تهرانی. اگر لطف کنید یک مقدار کوتاه‌تر جواب بدید ممنون خواهم شد. جناب منفردزاده، نقش هنرمندان و رسانه‌های آزاد اگه داشته باشیم، البته رسانه آزادی، اما چه میتونه باشه در هدایت مردم اگر بخواد انقلابی یا قیامی صورت بگیره؟ باز خب نقش هنرمندان به نظر من یه بار نتیجهش 22 بهمن سیاه‌نمایی توی چنته آقای خمینی موند و ازش جوابی ندارم که نقش هنرمندان بدون یک جنبش توانمند کارایی داشته باشه. ضرورت داره موقعی که جنبش باشه. اما برگردم به عزیز استاد موضوع نادری که وجود نداره. خب من خیال میکنم خب نادر اشاره کردید که یه قاتل بود در واقع نسبت به یه هندی وجود تیمور فراغونده. دوره حکومت فردی دست کم من آرزو میکنم تمام شده باشه. یعنی گفتم تاریخ هرگز زوال بسیار بالای ضمن ارزش‌های منفی توش پره. این انتخابی است که هر کس میکنه. این اخلاق یکسویه نیست. البته که برای طیفی برای خودش اخلاقی رو بپسنده، یک جبهه‌ای درست کنه، ولی این جبهه ناتوانه برای تغییر نظام. مگر اینکه آقای تهرانی خودش به درستیش برنامه باید داشت برای تغییر نظام، نه برای بعد از نظام نهادهای مردمی امثال اون. همه این رؤیاهایی که همه داریم هنگامی ممکن میشه که این نظام هست بشه برای یک مجموعه در یک جامعه‌ای که سالم میشه، نسبی، بدون ترس از زندان چه میشه، مطرح کنید که مردم بتونید مطرح کنید. الان از بیرون بله میشه مطرح کرد، هر کم حرف چی میزنه و این تضادی که وجود داره 40 ساله بر زمینه به سود دوام این حکومت. بنابراین سپاسگزارم. آقای تهرانی به تنهایی بندم اگر برنامه مقبول دیگران باشه میتونم. اما همینجا بگم آقای تهرانی رو فرض میکنیم دو جناح کاملا چپ چیشون از سلطنت طلبان افراطی میگیرید و ایشون مخالفن، جبهه‌شون وارد نمیشن ولی ایشون میخوان حذف کنن اینجور، و چپ افراطی هم اون طرف با ایشون حتما مخالفن و ایشون دوست ندارن اصلا اینا باشن. امروز اگر این کار بکنن این مبارزه رو با این دو طیف دست کم 30 خط دیگه هست انجام بدن به سود دوام حکومت اسلامی است. ایشون و دیگر اندیشان پس از سقوط این نظام هنگامی که میخواد جایگزین بشه اونجاست که باید اون چیزی که باید تعریف بشه. جناب منفردزاده من مجبورم قطع کنم، صداتون خیلی صداتون واضح نمیاد. یک نفر نیست آزادی خودش نخواست. آزادی دیگراندیش‌خواه از دید من یعنی آزادی، یعنی کسی که جناب منفردزاده صدای من رو نداره در سربار حق راستش. بنابراین اگه داشته باشیم چه تفاوتی با آقای خامنه‌ای اصلا شده؟ بنابراین حکم اینه که اول آیا آزادی سیاسی همگان، آزادی دیگراندیشان مستقر میشه، بعد دموکراسی میاد،
دموکراسی میده. موقع تو خوب نیست واقعا. پیش قراولانی که اینجا اساتید من حضور دارن و بیشتر بیرون و ساکت موندن، روزی به اسم هم سپاسگزارم جناب منفردزاده. جناب منفردزاده شما صدای من رو دارید؟ جناب منفردزاده صدای من رو دارید؟ بله بله. نه آقای منفردزاده. سیاسی عنوان خیلی قابل تبدیل قانون اساسی نوین گذاشته نشه، بر همین پاشنه خواهد چرخید، مستبد عوض خواهد شد، جا عوض خواهد شد. همین حزبی دین خودش حزب کهنه. جناب منفردزاده شما صدای من رو دارید جناب منفردزاده؟ اندیشه از دید هر کس اندیشه خودش رو نیک می‌دونه. اجازه میدیم مردم انتخاب کنن، متاعتون رو به بازار ببرید، همه ببرید، با هم مبارزه سیاسی کنید. آزادی سیاسی بین شرط برای همگان یک اصلی است تا مستقر نشه. جناب منفردزاده انتخابات خنده‌دار رفراندوم شد وساطی کنن. جناب منفردزاده شما صدای من رو داشتید؟ من اسپیکر رو میبندم که لینک نشه صدا. بله سپاسگزارم، اگه ببندید ممنون خواهم شد. جناب زیبا کلام شما در صحبتتون اشاره کردید، آقای تهرانی و آقای علیارم به این صحبت شما اشاره کردن، گفتید که نهادهای دموکراتیک به دنبال نهادهای دموکراتیک نرفتیم، همیشه دنبال براندازی بودیم. میشه در جمهوری اسلامی به دنبال نهادهای دموکراتیک بود و اصلا خواهان دموکراسی در ایران بود؟ ببینید آقای عباسیان، این برنامه امشب شما یه مینیاتور کاملی هست از جمهوری اسلامی. یعنی اگر کره ماه اومده بود، کره مریخ اومده بود، یه کسی که اصلا آشنا نبود و می نشست، الان قریب 1 ساعتی داریم صحبت میکنیم، می نشست و مطالب جناب کننده و چه میدونم مجری و کارشناس هستید و 3 بزرگوار دیگر گوش میداد، نمیفهمید یک کلام که چی میگن و برنامهشون چیه، آلترناتیوشون چیه. این دقیقا همون چیزی بودش که من دارم سعی میکنم خدمت شما عرض بکنم. حالا شما به جای ما 4 نفر اگر 40 نفرم می آوردید همین داستان بود، منتها پیچیده تر و مبهم‌تر میشد. ببینید آقای عباسیان، شما تنها هنرتون، تنها کارتون این بوده که فقط این بوده که گفتین آقا این نظام جمهوری اسلامی ایران که این گونه است، ای مردم ببینید این زیبا کلام داره از این نظام دفاع میکنه. تنها چیزی که برآیند این برنامه میشه تلاش شما 4 بزرگوار هستش که مثلا بگید که آقا ببینید این زیبا کلام داره از این همچین نظامی دفاع میکنه. آقای عباسیان، تکرار اشتباهات گذشته رو داریم میکنیم. چیزی که ابتدای برنامه گفتم الانم خدمت شما میگم، ما چاره‌ای نداریم الا اینکه سعی بکنیم اون مقداری که باقی مانده، اون درصد کمی که از دموکراسی در قالب اشکال مختلف از انتخابات مجلس گرفته، مطبوعات گرفته و غیره، باید اینها رو نیرومند بکنیم. تا اینها رو نیرومند نکنیم ما به دور باطل هستیم. جناب آقای عباسیان، فرض بگیریم نظام جمهوری اسلامی ایران فردا سقوط بکنه، ما 4 نفر، ما 5 نفری که امشب این برنامه شما بودیم، ما نمایندگان جایگزین هستیم دیگه. چه جایگزینی داریم؟ واقعا چه جایگزینی ما داریم؟ ببینید 22 بهمن 57 ما هممون وحدت داشتیم روی 1 نفر. شریک فدایی خلق گفت امام خمینی، سازمان مجاهدین خلق گفت امام خمینی، عبدالکریم لاهیجی گفت امام خمینی،
جبهه ملی گفت امام خمینی، نهضت آزادی گفت امام خمینی، حزب دموکرات کردستان گفت امام خمینی، همه گفتن امام خمینی و 98.5% روز 12 فروردین 1358 گفتن جمهوری اسلامی آری. و ما رسیدیم به اینجا. حالا الان که مردم کردستان نگفتن جناب زیبا کلام، همون موقع مردم کردستان نگفتند. شما اگر الان با این تشتتی که وجود داره، شما اگر که برسید به اون جایی که 22 بهمن 57 بود، به جز یک هرج و مرج، به جز یک بی‌ثباتی، هیچ چیز دیگری دستاوردتون نخواهد بود. این همه حرف من هستش. حالا باز شما بگین که این آقای زیبا کلام استاد دانشگاهست، این حتما یه مزدوره که داره از این نظام دفاع میکنه، این حتما برای چیز گیرش میاد که داره از این نظام دفاع میکنه. نه، اگر امیدی به شماها داشتم، قطعاً گفتم که به جای اینکه سعی کنیم دموکراسی رو در ایران نیرومند کنیم، بیایم هممون بریم زیر علم آقای منفردزاده، هممون بریم زیر علم عباسیان. ولی چون به هر حال برآیند شما مشخص هستش، از همین الان که هیچ انقلابی صورت نگرفته، نظام سرنگون نشده، اینجور تشتت وجود داره، اینجور اختلاف وجود داره، اینجور چه باید کرد وجود داره. گفت سالی که نکوست آقای عباسیان از بهارش پیداست. جناب زیبا کلام، این خودش نشانه دموکراسیه. یک رسانه آزاده و یک گفتگوی آزاد در یک رسانه آزاد. شما این رو در کشوری که بهش نمره 11 میدید برای یک دموکراتیک بودنش، شما در رسانه هاش نمیبینید که یک نیروی مخالف اجازه صحبت کردن داشته باشه، مگر در زندگی. اگر این چیزی که شما میگید بود، وقت ما به دنبال اصلاحات نبودیم. اتفاقا چون نیست ما به دنبالش هستیم، چون نمرش 11 است، ما به دنبالش هستیم. من اگه تو استکهلم بودم، تنها فکرم این بودش که تعطیلاتمو کجا باید بگذرونم، وقتی بازنشسته شدم مثلا چیکار باید بکنم، تو کدوم فارم باید زندگی بکنم. اینجا اصلا من مشکلی ندارم، اینجا همه چیز حل شده، از رنسانس به اینور حل شده در استکهلم. اتفاقا چون این مشکلاتی که شما میگید درست هم هست، چون انتخابات آزاد نداریم، چون مطبوعات آزاد نداریم، چون خیلی چیزا رو نداریم، میگیم چه خاکی، حالا من میگم چه خاکی باید به سرمون بکنیم که اینا رو به دست بیاریم. اون تا چیزایی که شما میگید، من وقتی نگاه میکنم میبینم ما رو دورتر میکنه به جای اینکه ما رو نزدیکتر بکنه. بله، سپاسگزارم. جناب علیار، همونجور که اشاره کردم شما نماینده حزبتون هستین در کنگره ملیت‌های ایران فدرال. ملیت‌های ایران فدرال خواهان چه هستند در ایران؟ و سوال دیگه‌ای که پیش میاد پرسیده شده، آیا این کنگره خواهان تجزیه ایرانه و میخواد ایران رو تجزیه کنه و خواهان جنگ؟ بفرمایید. از آخر به اول شروع کنم. فکر نمی کنم که کنگره ملیت‌های ایران فدرال یا احزاب کردستان ایران هیچ کدوم تأثیری در این داشته باشن که جنگ در ایران بشه یا جنگ در ایران نشه. نه ما میتونیم جنگی رو شروع بکنیم و آمریکا رو تشویق بکنیم که جنگ بشه و نمیتونیم اگر آمریکا تصمیم گرفت که جنگ با ایران بکنه جلوی جنگ رو بگیره. مطمئنا جنگ به دنبال خودش ویرانی میاره، به دنبال خودش مشکلات زیادی داره، ولی طبیعتا عامل این جنگ رو اگر جنگی هم بشه، عامل این جنگ رو جمهوری اسلامی میدونیم و سیاست‌های مخرب جمهوری اسلامی میدونیم، نه چیز کس دیگه. این در مورد جنگ. در مورد اینکه ما ایران رو میخوایم تجزیه بکنیم، ایران رو حاکمیت میخواد تجزیه بکنیم. جمهوری اسلامی ایران و قبلترش حکومت پهلوی کمر به تجزیه ایران بستن و این مشخصه. چجوری کمر به تجزیه ایران بستن؟ تجزیه ایران زمانی شکل میگیره، ایران زمانی تجزیه میشه، ملیت‌های مختلف ایران زمانی میخوان از ایران جدا بشن که مثل امروز حقوقشون پایمال بشه. عرب‌های خوزستان سر دریای نفت نشستن و اون موقع حاصلشون از نفتی که در سرزمین خودشون هست
فقط گرد و غباری است که سپاه پاسداران در نتیجه سیاست‌های مخرب سپاه پاسداران ایجاد شده. مردم کردستان با تمام منابع زیرزمینی که دارن، با تمام سرزمین‌های حاصلخیزی که دارن، با تمام زحمتی که میکشن، حاصل کارشون میشه فشنگ‌هایی که در مرز تو سینه کولبران کرد خالی میشه و چوبه‌های دار نتیجه مشارکت مردم کردستان در ایران هست. تا الان مردم بلوچستان رو خودتون میدونید، حاصلشون از دریای عمان و از همجواری با دریای عمان فقر و فلاکتی هست که میتونستن میلیاردها دلار از این راه در بیارن و تجارت بزرگی بود براشون. الان میدونید که وضعیت مردم بلوچستان به چه شکلیه و همه ملیت‌های ایران به همین شیوه. در نتیجه حاصل دیکتاتوری و حاصل تبعیض در ایران تجزیه ایران میشه. اگر ما میتونستیم، ملیت‌های مختلف ایران میتونستیم از منابع اقتصادی ایران منتفع بشیم، اگر میتونستیم به زبان مادری خودمون تحصیل بکنیم، اگر میتونستیم حکومت‌ها و حکومت‌ها و پارلمان‌های خودمون رو در مناطق خودمون داشتیم و خودمون سهمی در سیاست و در حکومت داشتیم، مطمئناً نمیخواست، یعنی نه پشتیبانی نداشتیم اگر میخواستیم هم از ایران جدا بشیم. برای این تا الان هم اگر کسی بخواد ایران رو تجزیه بکنه، حاکمیت‌های مستبد و تبعیضاتی است که این حاکمیت‌ها روا می‌دارن بر ملیت‌های مختلف ایران، نه ملیت‌های مختلف، ملیت‌هایی که تا الان هیچ فکر نمی‌کنم از زبان کسی از احزاب جدی این ملیت‌ها شنیده باشی که خواهان استقلال باشند و البته این هم یک جرم نیست، این یک حق مشروع هست که در همه جهان به رسمی شناخته شده، ولی طبیعتاً هیچ کس این رو نه به مصلحت ملت خودش میدونه نه به مصلحت ایران میدونه که همچین خاصی رو مطرح بکنه. این برای نقشه و الان بیان جلو فعلا تا ببینیم چه واقعا اینجوری نیست، واقعا مصلحت نیست. واقعا اگر احزاب کردستان ایران و احزاب کنگره ملیت‌های ایران هم اگر واقعا فکر میکردن که استقلال تنها راه چاره است، واقعا درخواست رو میکردیم، از کسی هم هراسی نداشتیم. الان چه سپری برای خودمون درست کردیم که میگیم ما خودمون رو ایرانی میدونیم که اون موقع اگه میگفتیم استقلال طلبیم این سپر رو نداشتیم. کماکان از طرف دوستان مرکزگرا مورد لطف هستیم، کماکان از طرف جمهوری اسلامی همین لطف رو شامل حال ما میشه، ولی به هر جهت نه، ما صراحتاً خواهان یک ایران آزاد سکولار فدرال هستیم، دموکرات سکولار و فدرال، و در این زمینه هم حاضریم با هر کدوم از اپوزیسیون ایرانی در این راستا تلاش بکنیم، ائتلاف بکنیم، چه میدونم، یعنی هر تلاشی که لازمه پیش ببریم که بتونیم به همچین ایرانی برسیم که ملیت‌ها و مردمان ایران همش بتونن زینت باشن از این همه امکانات، از این همه ثروتی که میتونه ایران داشته باشه، ایرانی که واقعا میتونه محلی برای آسایش مردمان خودش باشه، نه زندان بزرگی که مردمانش به این وضعیتی که الان درش هستن دچار بشه. ممنون جناب علیار. جناب تهرانی، اگر یک مقدار خلاصه کنید ممنون میشم. وقت برنامه رو به پایانه. چه باید کرد در حکومت آینده ایران، حکومتی که اگر قرار باشه جای جمهوری اسلامی بیاد، مردم بتونن اگر رفراندومی شد به یک حکومت سکولار و دموکرات رای بدن؟ یعنی میخوام این رو برسونم که اشتباه سال 57 رو تکرار نکنم. بله، من به همین جهت با رفراندوم قطعا مخالف هستم. رفراندوم یک قماره، به خصوص از جانب نسلی داره این بحث رفراندوم دوباره تکرار میشه که دقیقا در قمار قبلی شرکت کردن و بازنده بودن. من اصلا موندم چرا این نسل اپوزیسیون قدیمی ما یاد نمیگیرن و به همین جهت میگم بر کنارشون گذاشت. اون هم رفراندومی که تازه طرح میکنن، میگن که جمهوری یا پادشاهی، اصلا موضوعیت نداره جمهوری یا پادشاهی. ببینید الان به طور واضح بگم حتی چپ و راست هم الان موضوعیت نداره در امروز قرن 21 ایران. الان مسئله‌ای که ایران داره
این حرف من خاطرتون باشه، اگر غیر از این شد امیدوارم اتفاق نیفته، اما این حرف خاطرتون باشه. مسئله ایران در واقع این هستش که ما از جنگ داخلی اجتناب کنیم. ما وارد جنگ داخلی خواهیم شد. سپاه رها نمیکنه و سپاه در سوریه احساس موفقیت میکنه. تمام دنیا میگفتن بشار اسد رفتنیه، سپاه وایساد نگهش داشت. الان هم وقتی صحبت از جمهوری اسلامی رفتنیش باشه، تنها الگویی که دارن که اتفاقا موفق بوده سوریه است. بنابراین ایران رو بدون تردید سپاه و آقای خامنه‌ای و کل جمهوری اسلامی و شخص آقای ظریف و شخص آقای روحانی، چون اینا همشون یک پارچه هستن، اونها به سوریه تبدیل میکنن ایران رو. مسئله ایران، شما اگر درک میکنید که الان ضرورت آینده ایران سکولاریزمه، یعنی حتما دموکراسی شرطش که امکان بروز داشته باشه سکولاریسم هست. به همون اندازه شرط نامتمرکز بودن حکمرانی است که فدرالیسم یک مدلشه. یعنی ما حداقل در جریان سوم در نیروهای مختلفی که باشون داریم همکاری میکنیم میگیم که با یک آدمی که کماکان فکر کنه تهران پایتخته و حکومت متمرکز باشه، ما به همون اندازه مخالفیم که با یک آدم اسلامگرا مخالف هست. و این دوتا رو، یعنی حاکمیت نامتمرکز و سکولاریسم رو دو تا شرط اصلی برقراری دموکراسی در ایران میدونیم. بنابراین دعوایی که الان وجود داره بدون تردید دعوای ملیت هاست. من اتفاقا اینجا به صحبت آقای منتقدزاده اشاره می‌کنم، یعنی با ایشون خطاب می‌کنم. ببینید ما در مورد خانم نسرین ستوده میشنویم، خانم نرگس محمدی میشنویم، اتفاقی در تهران میفته میشنویم، فکر می‌کنیم اینا چهره بعد بیاریم بشونیمشون مثلا به عنوان چهره‌های سیاسی و اینها و بعد مثلا یک شورای چیز درست کنیم. ذهنیتی که برای عموم وجود داره، ایشون رو عرض نمی‌کنم، برای عموم وجود داره که همچین چهره‌هایی مثلا بشه کنار هم آورد که هرگز امکان نداره بود کنار هم بیارن، چون هیچ کدوم برنامه ندارن، دستشون توهیه. مسئله اینه تا برنامه نداشته باشید محال دو نفر بتونید کنار هم بیارید. اما از اون طرف وضعیت جنگی که آقای زیبا کلام بهش اشاره میکنن، ضمن اینکه اینو بگم این صحبت من اتفاقا فکر میکنم مفیده. من از آقای زیبا کلام میخوام که این احساس رو نکنن که مرکز این صحبت هستن و یا حداقل من شخصا تلاش نمیکنم که بگم که ایشون داره اشتباه میکنه از جمهوری اسلامی دفاع میکنه، یعنی چون این هدفی داشته باشم. به طور کلی دارم صحبتم رو میکنم. ببینید ما صحبت از هرج و مرج اینا میکنیم، الان وجود داره. الان وضعیت بلوچستان، وضعیت کردستان، وضعیت عرب‌های اهواز وضعیت جنگیه، یعنی استیتاواره. میشه استدلالی روی علوم سیاسی اثبات کرد که این وضعیت جنگی هست. در بلوچستان مستقیم تیراندازی میشه، در اهواز همین دیروز توی مغز یک نفر نیروی انتظامی شلیک کرده، در کردستان مرتب داریم میبینیم. از ابتدای انقلاب این جنگ وجود داشته. جنگ رو سپاه شروع کرده بوده. حکومت جمهوری اسلامی با ایران از ابتدا اعلام جنگ کرده. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، قرارگاه سارالله، حالا برگردیم به تهران، من بچه تهرانی مرکزگرا، قرارگاه سارالله برای امنیت تهرانه. یعنی چی برای امنیت تهران؟ یعنی برای حفظ امنیت انقلاب در مقابل من شهروند تهرانی که اگر شورش کنم علیه انقلاب. بنابراین سپاه از ابتدا علیه مردم ایران اعلام جنگ کرده برای حفظ انقلاب. حکومت جمهوری اسلامی از ابتدا برگشته گفته که آقا من حکومت حزب اللهی ها هستم، بقیه مردم ضد انقلابا نه. ما رو یک مشت ضد انقلاب نامیده که حالا احتمالاً خیلی درصدمون هم بالا 70-80% شاید مردم ایران باشیم. بنابراین این جنگ از ابتدا وجود داشته. ما باید اعلام جنگ بکنیم با جمهوری اسلامی، یا اعلام جنگی که جمهوری اسلامی با ما کرده رو به رسمیت بشناسیم و تنها راه از این راه است. یعنی ببینید دموکراسی در دنیا، این دروغیه که به ما گفته شده، دموکراسی در دنیا از هیچ صندوق رأی به وجود نیامده. ملوث نشیم. دموکراسی جانفشانی میخواد، دموکراسی مبارزه میخواد. هر جایی از دنیا ملت ها تجربه کردن، خون دادن. ما اگر نمیخوایم بدیم به دموکراسی هم نمیرسیم، وارد جنگ داخلی میشیم. ولی راهی به جز اون وجود نداره. حالا انتخاب با ماست.
بله سپاسگزارم جناب تهرانی. برنامه به پایان رسیده. جناب منفردزاده خیلی کوتاه اگر صحبت پایانی دارید بفرمایید. فقط وقتی میخوام من کوتاه کنم دستتون رو بگید، من صداتون نمیشنم که با دست کنید بیشتر تصمیم بگیرید. من فقط همین بگم این بحثا که شد هیچ کدوم ربطی در واقع به آلترناتیو که موضوع این نشست نداشت. بنابراین دیروز رو همش صحبت شد ازش، هر کسی برداشتی داره، حق داره، جبهه هایی میتونه در کنار اون برداشت ها تشکیل بشه گسترده، اما همه مربوط میشه به پس از سقوط این نظام. آلترناتیو معنیش این نیستش که ما پس از سقوط نظام چه خواهیم کرد. آلترناتیو اینه که امروز تا سقوط نظام چه برنامه‌ای داریم. آلترناتیو تلویحاً اینه گفت امروز کسی برنامه نداره، پس هر کسی داره کنه بگه این برنامه است، نه اینکه بعد از سقوط نهادهای مردمی احزاب آزاد اون چیزی که میشه. امروز تا امروز یک دو سه حرف بیشتری ندارم. این که دیروز روش آزادی بی‌قید و شرط سیاسی برای همگان تا مستقر نشه دموکراسی من خواهد بود. دموکراسی شیعیان 12 امامی امروز در ایران هست، دموکراسی اسلامی حتی نیست، دموکراسی سوسیالیستی نمیتونه باشه، دموکراسی کمونیستی و دموکراسی ناسیونالیستی، اینا همه دموکراسی مجرد برای همه چیز نیست. دموکراسی خودش یه تعریفی داره که هر کسی از منظر خودش آرمان خودش رو تعریف میکنه، یکسان نیست. اینو اگر میخواین مردم رو احترام میذارید به رأی مردم در آزادی بی‌قید و شرط سیاسی بدون زندان برای همگان هست که مردم بدون ترس رأی میدن به نظر این همه نظر 30 نظر هست برای فردای پس از این نظام چه باید کرد، امروز تا اون روز چه باید کرد. یعنی آلترناتیو هیچ کس باز تأکید میکنم هنوز نداره. همه حرف از اختلاف دیروز میزنن و رویاهای فرداشه، اینها همه پس از نوز هست و امثال اینها. دیگرانی هم که کوچکتر هستن یا کم توانتر همین رویا رو رفتن میکنن. امیدوارم که برگردید به آلترناتیوی که شورای آلترناتیو مرکب از جمع ازداد ولی حذف کنید. من یه فاشیستی که من شما حذف کنید، آیا جسم رو حذف کنید؟ میتونید نه. تفکر من رو در فضای سالم میگید تفکر حذف شدنی نیست. تاریخ نشون داده این تفکر در فضای سالم و باز رسوا میشه، بی اعتبار میشه. امیدوارم که بیرون از این هر کجای صحبتش ممنون از شما. سپاسگزارم جناب منفردزاده از حضورتون در برنامه. جناب زیبا کلام اگر صحبت پایانی دارید بفرمایید. آلترناتیو از دید بنده فقط تلاش در جهت نیرومندتر کردن دموکراسی در ایران هستش، علیرغم دشوار بودن و علیرغم سخت بودنش، اما هیچ گزینه دیگری به جز تقویت و پررنگ تر کردن دموکراسی در ایران نداریم. سپاسگزارم جناب زیبا کلام از حضورتون در برنامه و وقتی که گذاشتید. جناب آقای علیار اگر صحبت پایانی دارید بفرمایید. من فکر میکنم که برخلاف نظر دوستان فکر میکنم به سرعت به سمت ایجاد یک آلترناتیو داریم میریم، چون اصولاً سه بحث اصلی فکر میکنم در میان اپوزیسیون جدی ایران بحث اصلی شده و اصولاً سر این سه پایه اصلی میتونیم کار بکنیم. تا الان هم کار جدی شده، ولی فکر میکنم در آینده نزدیک بتونیم به نتیجه های بسیار ملموس و سازنده‌ای برسیم. اون سه اصل هم از نظر ما دموکراسی، سکولاریسم و عدم تمرکز که از نظر ما فدرالیسم شیوه این عدم تمرکزه، ولی به هر جهت این سه اصل رو بسیاری در اپوزیسیون ایران پذیرفتن و فکر میکنم در آینده نزدیک بتونیم گسترش این ایده رو بدیم، گسترش این نوع طرز تفکر رو بدیم و به سرعت به سمت ایجاد یک آلترناتیو همه‌گیر، گسترده و جدی بریم.
بله، سپاس گذارم جناب آقای علیار از حضورتون در برنامه. جناب تهرانی اگر صحبت پایانی دارید بفرمایید. بله، من هم امیدوار هستم. یعنی ما چاره ای نداریم، به خاطر اینکه همونطور درس کردم به شرایطی میرسیم که فروپاشی اجتماعی سیاسی اتفاق خواهد افتاد، جنگ داخلی احتمالش خیلی زیاد خواهد بود، به همین جهت به سمت آلترناتیو سازی چاره ای نداریم که پیش بریم. ولی اتفاقا به طور مشخص بگم که جریان سوم داره این کار انجام میده و در نسل جوان هم این نقش وجود داره. ما داریم برنامه مبارزاتی میدیم. برای برنامه مبارزاتی هم ابتدا دشمنمون رو طرح میکنیم. اولین دشمن هم که ضروری هستش، یعنی یک فردی بیاد تو خیابون برای اعتراض باش روبرو میشه، سپاه یا نیروهای سپاه مثل بسیجی ها هستن و از طرفی عمامه ولی فقیه هم سپاه نگه داشته، تروریست هم هستش. بنابراین ما فریمش میکنیم، پابندی میکنیم به عنوان دشمن تا بتونیم گفتمانش رو بسازیم، ارزش‌های اخلاقیش رو بسازیم و مردم احساس کنن یک سپاهی در خیابان میبینن این دشمنشون هستش. اگر در خانواده میبینن بهش بگن که برادر تو در یک سازمان تروریستی فاسد و آدمکش داری حقوق میگیری، باید بیایی بیرون و در آینده در یک دادگاه محاکمه خواهی شد با این موضوع. این فشار رو اگر ما بتونیم به عنوان فشار سیاسی بیاریم، به نظر من قدم بزرگی در برنامه مبارزاتیمون هستش و آلترناتیو. ما داریم در این زمینه تلاش میکنیم. این یه مقداری به نظر من شکاف نسلی زیادی در این زمینه وجود داره در نوع نگاه به مبارزات. بله، سپاسگزارم. جناب زیبا کلام، شما صحبتاتون ادامه داشت؟ نه بله، چون دوستان اشاره کردن که فکر کردم من صحبتاتون رو قطع کردم. نه تمام شد صحبت. بله، سپاسگزارم. بینندگان و شنوندگان عزیز برنامه پرسمان، شما صدای ما رو در شهر استکهلم بر روی موج FM فرکانس 91.6 مگاهرتز شنونده بودید. با 4 مهمان عزیز در خدمت شما بودیم. جناب آقای اسفندیار منفردزاده، فعال سیاسی و آهنگساز، آقای صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه از تهران، آقای مهدی جلالی تهرانی، عضو جریان سوم، و آقای بختیار علیار، عضو کمیته مرکزی حزب کامله کردستان ایران. تا دیداری دیگر، بدرود.